الله وبرکاته. هموطنان عزیز، تمام پدران و مادران و برادرانی که این لحظه مرا میبینه و صدای مرا میشنوه، حمد و سپاس ستایش پروردگار یکتا را که امروز روز رسید که تمام الحمدلله حاکمان حاجیان تاجیکستان این مناسک حج را و ادای حج را پروردگار به جا آوردند. پروردگار دعا میکنیم این لحظه که در داخل حرم هستیم و در اون قبر خانه خدا، این همه دعاهایی که در مینا، مزدلفه، عرفات، رمی جمرات کردن، همگی را از همه حاجیای تاجیکستان و حاجیای جهان پذیرفته باشد. این ادای حجانه و در حج پروردگار قبول کرده باشد. حجی مبرور و سعی مشکور و ذنب مغفور برای تمام حاجیان خداوند قبول کرده باشد. پروردگار قصد و اراده آن برادرانی که آمدنشان به اینجا هست، پروردگار آنها را نیز لبیک گفتن و به دیدار خانه‌اش و قدم زدن گرد خانه‌اش خداوند بپذیرد. همه برادرانی که از ما طلب دعا کردند، همه خیر و خوبی‌ها، عزت و نعمت، فیض و برکت، خرسندی و خوشحالی در دنیا و آخرت خداوند برایشان قبول فرما باشد. پروردگار پاک من همه نیت‌ها و مرادها و مقصودهایی که این برادران ما دارند و تمام برادرانی که در دلشان نیت‌های نیک دارند به همون نیت‌های نیکشان برسانشان. برادرانی که در شهر روسیه هستند بهر کار، پروردگار بهر اشغال کردن را فقط برای اهل عیال رفتند، در کسب و کارشان برار و برکت، کسب حلال و رزق حلال را برایشان پروردگار نصیب بگردان. باز به سر بلند و جای خود به وطن عزیز ما تاجیکستان برگشتن و دیدار پدر و مادر یار و برادر نصیبشان بگردان. ای الله مهربان، این لحظه که در داخل حرم هستیم دعا میکنیم که این نعمت تنجی و آرامی در وطن ما دائمی باشد، دائم تنجی باشد، آرامی باشد، صلح و ثبات باشد، همدیگر فهمی باشد، اتفاقی و اتحادی باشد. پروردگار پاک من پیشوای ملت که بهر آرامی و آبادی جهد و کوشش و تلاش‌های زیاد دارد، خداوند در کسب و کاراش قرار و برکت و خوشایش ارزانی بساز، کوچه و خاندانش در پناهت بگیر و تمام مقامات هایی که بهر آرامی و آبادی جهد و کوشش و تلاش ها دارند، پروردگار آنها را نیز در پناهت نگهبان باش. عاقبت کار همه مسلمان را پروردگار به خیر قرار بده، مسلمانان را در سراسر دنیا عزت بده، اسلام را در سراسر دنیا پیروزی و نصرت بده. ربنا تقبل دعاءنا واغفر خطیئاتنا واسألك العلا من الجنة برحمتك یا ارحم الراحمین. نگفتم خلقم تو زایسته